خب دوستان این منبع تحت فشار تویپش سوراخ شده. این که راحت تست این که منبع تویپش سوراخ شده و اینکه تکونش بدید خیلی سنگینه. اصولا باید 50% باد باشه 50% آب. یه تست ساده دیگه شما باد میشه که شما بسیارید آب میزنه بیرون، یعنی که آب وارد باد شده و کلا منبع تویپش سوراخ شده. خب بریم واسه تعمیر کردنش دیگه. بچه جانی بگید. هر کی یه ترفندی برای کارش داره دیگه. ما موتور یخچال رو وصل می‌کنیم به منبع، خلایش رو میگیریم چون تویپش سوراخ شده راحت آب تخلیه میشه. خب این شیر تخلیه است دیگه، قبلا توضیح دادم راجعش. برای تخلیه کردن منبع دید که چقدر راحت تونستیم آب داخلش رو تخلیه کنیم. اما فلنچ رو باز می‌کنیم به تویپ میرسیم. مشتبه قطعش کن. فلنچی که بازش کردیم اینجا تویپ که داخلش حالا مختلف رفته پایین، اینا تویپ‌های دنباله داره، یعنی تهش اینجاست. این خودش کمک میکنه که تویپ بدنه نسازونه که چیز میشه، ولی خب بازم بخوای حساب کنی همین. خب ما الان دنبالش رو قطع میکنیم و تویپ رو در میاریم. خب دوستان یه چیز خیلی جالب، من تا حالا ندیده بودم تویپ اینجوری بترکه. تویپ ترکیده کاملا. این هم دنبالش که گفتم باز کردیم. این اتفاق که میفته آب نگاه کجا این فرآیند آبی که دارید ببینید وارد آب آشامیدنیتون میشه، چون بالاخره آب از تو منبع میاد داخل این، از این وارد انشاء ساختمون میشه. آره این تویپو که خارج کردیم منبع رو میشورید داخلش رو، بعد کاملا خشک بشه. یه مقدار که رطوبت داخلش بشه، چون خلا ایجاد میشه باد میزنیم ما بهش، باعث میشه که این رطوبت چرخش بده کنه داخل منبع و چون آلیاژش هم فلز هست به مرور زمان میپوسته. پس باید قشنگ خشکش کنیم و بعد از این ترفندهای دیگه هم هست مشتبهاتش. خب این تویپ نامونه که خب فلنچ رو که جا زدیم، بعد اینکه تویپ رو جا زدیم دنباله رو ببینید اینجا هست. اینو سفتش کنیم که تویپ بدنه برخورد نکنه اون که آزاده، چون فرانسه ساخت هندوستان سرمای کوری. خب تویپ رو عوض کردیم، داریم با بچه یسبمون بادش میکنیم. اون مانومتر مهرافروز رو بده. کجاش؟ یه مانومتر باحال مهرافروز داده، خیلی باحاله. اون مانومتر قبلیمون خراب شد، این مانومتر همونه دیگه میتونیم میزان فشارش رو در بیاریم با این. اون حتما باید بعد از اینکه منبع رو باز کردید هواگیری بشه. شیر بورژی باز میکنید، اینجا هم شیر هوایی. هوا رو ببینید، آب که یه نواخ شد یعنی هواش رفت. شاد شدن اینجا شاد شده فرمان. خب ببینید که 30 PSI که 2 بار میشه شاد شده منبع. ممنونم. حالا به اتمام رسیدید. منبع رو جلوش عوض کردیم. حالا رو تست کنیم فشار چجوریه. ما اینجا چون شیر تخلیه استفاده کردیم به منبع، خیلی باید ببینیم فشار آب و استارت
پمپ هم تست کنیم. باز میکنیم اتاق داخل ساختمان معامله داره من نشون میدم استارت کردم 60 لیتر. الان ما بودن 20 لیتر یا 22 لیتر بودن آب تخلیه کردیم پمپ رو استارت کردم چون منبع 60 لیتر. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. با تک 30 ماه رو جز پایدار